اومدیم یه ابزار دستساز درست کنیم برای باز کردن این قرقری فرمون. حالا نمونه‌های مشابهش توی اینستاگرام و یوتیوب هم کارهای دیگه‌مو میذارم، ولی این نمونه‌ای که ما درست کردیم سخت‌ترین قرقری فرمونا رو هم ما باش باز کردیم. ببینید یه دونه پوست کمک می‌خواید، حالا لوله یا پوست کمک فرقی نمی‌کنه. بعد یه دونه تک کمک پراید می‌خواید، کمکی که خراب باشه. ما رو پراید تیبا 90 اونها میشه استفاده کنید. پوست کمکشو مثل این در میارید. لوله‌تون هم دقیقاً قطر این باشه، یا اینکه از این قطر این باشه یا از این یه ذره نازک‌تر. زمانی که قرقری فرمون رو داخلش جا می‌زنید یه کوچولو خلاصی داشته باشه مثل این. حالا برید تا من ادامهش رو دوباره براتون فیلم. ببینید بلندترین قرقری فرمون مال 206 و مال تیبا. این زمانی که می‌ذارید داخل نباید از این بعد بزنه بیرون که قشنگ بتونید این بالاش یه دونه پیچ جوش بدید یا یه دونه بوکس خراب جوش بدید بتونید راحت بازی کنید. ما اینو میایم این بالا جوشش میدیم، قشنگ باید از دو طرف موازی باشه، نه یه ذره بیرون بزنه نه چیزی، که قشنگ زمانی که باز میکنه صاف باز بشه. حالا ما میریم این جوششو میدیم و مجدد میام براتون فیلم. ببینید ما اینجا جوش دادیم. حالا من فعلا چند تا خال جوش دادم که زیاد فیلممون طولانی نشه، فقط میخوام به شما یاد بدم. بعد اینی که جوش دادید میتونید کامل دور اینو پرجوش کنید که نشکنه و محکم‌تر شه. این پایه هم باید از اینجا ببریدش. ببینید اینو ما سنگ گرفتیم، پایه رو هم بریدیم. الان با تنها کاری که میکنید یه قرقری فرمون بذارید داخلش و دو تا جا پیچ باید روش در بیارید. یعنی دقیقاً اینو لب به لب این باید تنظیم کنید. این دقیقاً این قسمت قرقری فرمون اینجا باید باشه. ببینید تو این زاویه باید قرار بگیره. دو تا سوراخ باید بزنید که بخواید حالا روش پیچ بدید یا اینکه ارزم به حضورتون بخواید قلاویز کنید. یه دونه حالا فرض کنید این ساعته، یه دونه رو ساعت 12، یه دونه رو ساعت 9. یعنی تو این زاویه 45 درجه باید باشن، روبروی هم باشن، به هیچ وجه این صفر نمیشه و راحت نمیتونید باز کنید. میتونید اینجا یه سوراخ بزنید یا مهره جوش بدید، یا اینکه میتونید اینجا سوراخ کنید و خود همین لوله رو شما قلاویز بزنید که زمانی که پیچ میندازید قشنگ دور این قفل بشه و محکم بگیره. حالا من بریم کارهای سوراخ کاریشو قلاویزشو بکنم، مجدد براتون فیلم میذارم. زمانی که میخواید سوراخ رو بزنید این هر چی سوراخ به سمت جلو باشه، زمانی که پیچا رو صفر می‌کنید بیشتر روی این درگیر میشه. ببین روی قرقری حالت کله قندی مانند کونیک ماننده. یه ذره اگه عقب‌تر پیچو بندازید، پیچو بذارید و ببندید، سر می‌خوره از روی. هر چی جلوتر باشه بهتر. حالا تنظیم کردنش دیگه تا اینجا بیارید جلو عالیه. و نیم سانت از لب این عقب‌تر بیارید. اینجا دو تا سوراخ بزنید. میتونید حالا روش مهره جوش بدید یا اینکه قلاویزش کنید که بتونید پیچشو ببندید. حالا ما کارهای سوراخ کاریشو می‌کنیم. مجدد باز فیلمشو می‌ذاریم. ببینید ما قلاویزشو زدیم، یه دونه سوراخ تو ساعت 12 خورد، یه دونه تو ساعت 3. حالا ببینید بعضی‌ها میان اینور جوش میدن، اینور سوراخ میزنن، اینجوری قشنگ نمیگیره. به نظر من تو این زاویه خیلی جواب داده. ما قبلا تست کردیم، این قسمت هم سوراخ زدیم، تو باز کردن یه خورده به مشکل خوردیم. حالا خیلی‌ها میان مثل ما قلاویز میزنن، خیلی‌ها میان اینجا یه سوراخ میزنن و مهره جوش میدن. ما هم مهره رو جوش میدیم، هم قلاویز میزنیم، قشنگ محکم میشه و با خیال راحت میتونید سفتش کنید. حالا از سایز 6 میتونید استفاده کنید تا 10، هر چی این کوچیک‌تر باشه بهتر میتونه بگیره و از روی این سر نمیخوره. ببینید این قسمت قرقری فرمون حالت کله قندی داره و خیلی صیقل و شیپ داره، سر میخوره از این قسمت. ببینید اینجا میذارید قشنگ میدید تا انتها داخل و قشنگ سفتش میکنید. و تو این قسمت انتهاییش حالا ما اینجا رو براتون نگرفتیم، میتونید اینجا یه دونه مهره جوش بدید و یه دونه پیچ جوش بدید یا اینکه یه دونه بوکس خراب جوش بدید، بوکس 27 یا بین 27 تا 30 قشنگ اینجا میتونید راحت جوش بدید که بوکس بادیتون رو بذارید و با خیال راحت بپیچونید و بازش کنید. این شد ابزارمون. حالا ما این قسمتشو نگرفتیم، خیلی ساده و با یه سری لوازم دور ریختنی میتونید همچین ابزاری بسازید فوق العاده درجه‌ای که با سخت ترین قرقری فرمونا رو میتونید با این بازش کنید. حالا ما این کلیپ انتهاییش هم براتون عکسشو میذاریم، فردا کامل شده شما براتون میذاریم. یا علی.